غذای پلویی امروزمون مخصوص روزهای آخر سال و چهارشنبه سوریه. رشته پلو. برای درست کردن رشته پلو گوشت چرخ کرده، پیاز رنده شده که آبش رو گرفتیم، نمک، ادویه‌هایی که داخل کپشن گفته شده و آرد نخودچی رو با هم مخلوط می‌کنیم و به خوبی ورز میدیم. گوشت هامون رو به این صورت قلقلی می‌کنیم و داخل تابه بدون روغن سرخ می‌کنیم. بعد از سرخ شدن گوشت 1 دقیقه آخر زعفران دم کرده رو اضافه می‌کنیم تا طعم و عطر بهتری بگیره. گوشت هامون رو کنار میذاریم. 2 دقیقه کشمش ها رو با پیاز داغ تفت میدیم. میتونید از پیاز داغ استفاده نکنید و فقط کشمش هاتون رو تفت بدید. برنج های شسته شده رو داخل آب جوش میریزیم. 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق غذاخوری نمک و رشته هامون رو اضافه میدیم. اجازه میدیم 10 دقیقه بپزه. بعد از 10 دقیقه آبکش میکنیم و کنار میذاریم. قالب یا قابلمه‌مون رو برمی‌داریم، کفش رو به خوبی چرب میکنیم. برای تحچین سیب زمینی میذاریم. لایه اول برنج و بعد گوشت‌های قلقلی ترکیب پیاز داغ و کشمش رو میریزیم. دوباره روی مواجمون رو برنج میریزیم و در آخرین مرحله زعفران و روغن رو روی برنج هامون میریزیم. به مدت 40 دقیقه با شعله خیلی کم میپزیم. امیدوارم از دیدن این ویدیو نهایت لذت و استفاده رو برده باشید.